سلام برس هموطنان عزیز به مهمانخانه سیار ما خوش آمدین. ماه مبارک رمضان. در چند روز چیز خوبش تیر نشده، فقط نان چای خوردیم یا او خوردیم اینو میگه بس خلاص دیگه. کار نیست، غریبی نیست. اگر کار باشه ما در یه وجود چی میکنیم؟ به اینجا متشی میکنیم. من که دو تا همشیرگه که فرزندی هستیم، در وقت طالبایی که پیش آمده بود که سقوط کردن، یک آدم آمد گفت بچه ندارم دختر، باز ما را برد میتر لوگر که تو خود کلان کرد. الله اکبر الله اکبر. میمان میگه دوست خداست نه؟ و خصوصا نته که هم چکر بزنید کل شهر را هم قصه کنی و هم افطاری پیش روی تیار باشه. برخطا نشین دوستا، زلزله نیست، مهمانخانه سیار است. سلام برس هموطنان عزیز به مهمانخانه سیار ما خوش آمدین. ماه مبارک رمضان باز هم از صمیم قلب بر شما تبریکی گفته. امیدوار هستیم که تا آخری برنامه که یک برنامه کاملا ویژه و متفاوت است، قسمی که اعلانات شما دیده بودین بر شما پیشکش کنیم. امروز 4 هموطن ما مهمان هستند که مهمانای عزیز هستند، هر کدامشان مصروف کاروبار مختلف است دیگه. از کاکا شروع میکنیم. کاکای مانده نباشیم. خوب استی جان، تجاره بخیری؟ چیز کاروبار منید؟ ما یک کار را میکنم، کراچی را میرم لبای سرک بزن. خواه کار نیست. خواه خانه گفتی کجا؟ کارت سخی. چطور است قیروزه هم؟ تشنه میشی یا گشنه؟ نان باید میشن نان میاد. باید نان میده باید نمیده. خواه چیه شما را؟ حال قاشق هم تیار آماده کردیم، منتظر الله اکبر هستی دیگه. کمی الله اکبر شود دیگه شروع کنی بخیر. خوب دوستا، میریم یک بار مشکلات و صحبت های پدرجان کوتاه میبینیم، دوباره بر میگردیم باز که دیگه دوستان صحبت داریم. خانه کراییه مای 4000 روپیه. کارت نمیم که زکی اولادو ما خود مکارگر هستیم، مردی کار نیست. اینجا میگردم که چیز نمیاد. خیلی مشکل. اون خسمارش رکشی سوخته، اینجا دوغش رک سوخته.
دوباره خوش آمدین هموطنان عزیز. سال پدر را در کنار خود داریم که موچیگری میکنه، امروزشان صحبت می داشته باشیم. چطور هستی پدر؟ بخیر جانک جور، صدت خوب است؟ خیرتی است. به سفره افطاری ویژه ما خوش آمدیم. امیدوار هستیم که یک افطاری خوب داشته باشیم. چطور است روز و روزگار؟ روزگار خراب است دیگه، خودم موچیگری میکنم، کار نیست. خب یک بار میریم صحبت های پدر جان ندم سر کارش که همکارای عزیز ما آماده ساخته، با هم یک جا میبینیم، دوباره بر میگردیم، باز هم صحبت ها را ادامه میدیم. نام میدلاست، موچیگری میکنم، 7 نفر نانخور دارم، دیگه دستیار ندارم، یعنی گاهی موچیگری میکنم، نمیشه دیگه کارم صحیح. یک دخترکم 8 ساله است، یکی 7 ساله است، یک بچیم 4 ساله است، یکی 3 ساله است، یکی 1 ساله است. این مل شیر خشک نیاز داره، پیسه شیر خشکش ندارم، در خانه آرد ندارم. اگر اینجا کدام لقمه نان گیرم اومد در خانه میبرم، نامد دیگه تو چیز کمکگر چیزی ندارم کسی مرا کمک کنه. این میگه صبح که نماز خانه از مسجد میبریم، نماز شام اینجا میخونیم، میریم خانه. هر چیزی که اینجا گیرم به اونم در خانه میبرم. اگر کسی کمک کرد نکرد اینجا تو خالی میرم خانه. در چند روز چیز خوبش تیر نشده، فقط نان چای خوردیم یا او خوردیم، اینجا بس خلاص دیگه تو افطاری چیزی نداشتیم که بخوریم. دوستان دوباره خوش آمدین. پدر جان از سر کارش همکارا ویدیوی کوتاه تهیه دیده بود که با هم یک جا تماشا کردیم. ما همه روزه انشالله در این سفره افطاری خود یا در این مهمانخانه سیار خود قشر آسیب پذیر کسایی که نیازمند است همه روزه خود خواستیم و یک افطاری را برشان آماده کردیم. در پالوی ازی یگان توفای رمضانی را برشان خود تقدیم کردیم. برنامه مختلف داریم انشالله در ماه مبارک رمضان و این دیکور دیزاین را که میبینیم تمام همکارا تقریبا 4-5 روز زحمت کشیدن تا این که آماده شد بخیر و خواستیم که یک برنامه متفاوت در سطح سوشال میدیا و رسانه‌های افغانستان بر شما تقدیم کنیم. جوان دیگه میپرسیم که موترشویی میکنه دیگه، چطور از موترها را خوب صحیح میشوی یا نه نفر سر زیاد شد موتر زیاد شد با تیرت هم یاری؟ یگان توی که فرمایش ناق میده که اینجا را بشوی اونجا را بشوی، باز آخر که دعوا میکنی که ما زیاد زحمت کشیدیم، یک 20 یک 50 زیاد بود که مرا آخری هم وار کرد وار شده پیدا موده یک چه جایی بیده بود نقش همیشه باق سفاق طرف روی بده خیلی هم میره طرف روی بده میریم ما لازمی جوانی که در بار زمستان در کنار سرک در آب سرد یا آب گرمه که خودشم یگان گفتنی داره، ویدیوش هم میبینیم دوباره برمیگردیم. جمشید هستم همینجا موترشیو میکنیم، باز وقت همینجا موترشیو نمیمونه، کاربار غریبی هم نیست. گاهی بیادر قند ترافیک مایه میدوانه، گاهی مایه میدوانه، تو وقتا میشه که هیچ لفظ خانه میره. طبعا فامیل ما یک بچه و یک خودم هست، 4 نفرم بگستیم. تو وقتا که زمینجا لبدان خوش خانه میره، کار نیست، غریبی نیست. اگر کار باشه ما در یه وجود چی میکنیم؟ ما اینجا موترشی میکنیم. و غریبی بیاده بیچارگی دیگه شتو کنیم. قیمتی با اوج قدرت خدا یک دیرو بیاده یکان بعد یک رسید پاشده امو تا تاور ما باز عمر بخریم دستو تکه با خاطر یک موتر شوانه که میره مدرسه پاییز کیسه نمیتونه. اقتصاد هم صحیح نیست که آدم از جیب خورده بره مگه برو خیره در کاربار نمیمونن تا بدوان بالا بدوان. اینمو تو بدبختی هست دیگه بیاده چطور کنیم؟ اینمی اوید پاک نیست، کلش هوای امام است، کلش هوای بدرفت است. مگر مجبور هستیم چی کنیم؟ همین مجبوری کشیدی آدم هر کارا میکنه، هر کار دنیا را هر جوان هر خلق که ببینی به مجبوری هر کارا میکنه. با خانه که دست خالی میریم دیگه پدر هم صاحب میکنه که اولاد هم صاحب میکنه که چیز ناوردیم دیگه مت یک دلش همت یک دیگه رقم میشد. میگه چی کردی بچه میگه مادر ایچ است، زن چه میگه چی کردی میگه ایچ است دیگه. عادت مشتمیز نمیه بیادر. همی چند روز رمضان
در افطار این نان چای است بیادر قنه پس شب اون که میخیزی آنمون نان چای است و چطور جای کنم میزنی. خب دوستا دوباره خوش آمدین. برادر ما را میشه که خدا معرفی کنی، گرچه معرفی هم کردیم و تا معرفت پیدا کنیم. نام مبارک. سلام. مجید هستم. خانواده کجاست؟ خانواده ندارم. خانواده ما ایت بود که ما دو بیادرها بودیم، 5 خورا بودیم. این پدرم و مادرم البته وظیفه داشت، باز نمیتونست که از ما سرپرستی کنه. باز ما را در پروازگاه داده بود. در پروازگاه که وقتی طالبا ما جنگا شروع شد، بعد از اون که طالبا سقوط میکرد، مثلا تو بچه نداشتی، آمد یک بچه کتت بردی، کسی یک دختر نداشت، دختر کتت پروازگاه. بله. باز مرا نمیتو کت یک همشیرگه کم لوگر برده بودن، یک زنکه کت یک شوی خود بیاده کت از او وقت زیاد بودم، 1-2 سال واره بودم. باز این زن سرطان داشتی مرد. باز همی کسی که ما ایره پدر میگفتیم، باز این ما رو گفت که بچه شمال دست و راست و چپتان نمیشناسیم، ما شما رو ایران رایی میکنم تا برین زندگیتون در ایران کنیم. باز ما را رایی که ایران رفتیم. ایران در شیراز بودیم، یک چند مدت تیر کردیم. باز همشیریم گفت که ما پیش پدر و مادرم بسیار دق آمدیم، چی رقم میشه؟ ما گفتمش خیلی خورک جان تو در اینجا باش، من میرم افغانستان، اگر پدر مادر ما پیدا کردم باز پشت تو هم میام، باز تو هم پیش مادر خود میبرم. حالا همشیره در ایران هست؟ حالا در ایران خودت اینجا؟ بله. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله چطور بود افطاری میمانی؟ میمان میگه دوست خداست نه؟ و خصوصا نته که هم چکر بزنید کل شهر را هم قصه کنی و هم افطاری پیش روی تیار باشه. این دیگه مزه داره نه؟ بله. این واده که اومدی داخل چی حس کردی؟ عکس‌ها را که دیدی، وضعیت که دیدی؟ دیگر دیگر آدم خون میشه وقتی که میبینه دیگه این وضعیت خودتون میگید دیگه فکر میکنی دیگه آدم رنج میبره. دمی عکس‌ها کدامش برات زیاد دردآور بود که جگرت خون شده باشه که نی هموطن ما؟ دیگه اون فلک داره در بغلش، این دخترکایی که دیگه سایت کنن بله. مثلا این بچه اگه کار کنه این دختر گیره که مثلا بله وقت مکتبش کنه باید مکتب برن درس بخونن اینا که این طفلای خودم یادم میاد اگه من زحمت نکشم طفلای ما چی خواهد شد؟ برای که یه وقتی میگه خدای خودکشی کنی خب راه چطور میشه؟ ده تو وقت نمی‌نویسان که خب دوستا فکر کنم که ما در تخت روان بودیم در مهمانخانه سیار، دیگه از بیرون خبر نداشتیم که چی گپ است. آذان سر ما یک باره در گوش ما آمد، از این برادر ما پیامش مان، میریم او را کوتاه میبینیم، باز پس بر میگردیم یک دعا میکنیم، باز ویدیو را شما ببینید. پروردگار عالم مریضایی که به هیچ جای دردشان درمان نمیشه، با برکت ماه مبارک رمضان دیگه از دربار غیب خود شفای عاجل کامل نصیب کنه و ما را هر درد رنجی که داریم پروردگار عالم به می دستایی که بالا شده صحت کامل نصیب کنه. آمین یا رب العالمین. 16 سال میشه لالا کمی کارم میکنم، در خانواده کسی ندارم، هیچ کسی خدای ندارم. شو بیادر در سرکای ما شو تیر میکنم، وقتی که خانه میرم از خاطر از این خانه نمیرم که پیسه و چیز پیشم نمی باشه. خانم که برم بیادر کلگی جگرخون سرم سایل میکنه، امیدشان طرف ما می باشه. من از این خاطر نمیرم خانه تا که یک چند روپه پیدا کنم باز برم خانه. همین چند روپه که پیدا میکنم باز خانه میرم و هم خوشحال می باشن از پیش ما. دیگه به خاطر از امی کسی کوی هیچ کسی را ندارم. این امی است که لالا دمی سرکای اینمی بیادر رنگ مال میکنم، بیادر مشکل خدا حل میکنم. دیگه لالا
اینمی رقم ویدر سر ما آمده. ما خودم متیم هستم، حالا فرزندی مرا گرفتن. ما انقدر یک دو تا همشیرگه که فرزندی هستیم. در وقت طالبایی که پیش آمده بود که سقوط کردن، ما کتا یک همشیرگه که امیت مثال یک بچه و یک آدم آمد گفت بچه ندارم دختر، باز ما را برد امیت لوگر که خود کلان کرد. بسیار وقت کتش بودم، باز ما را ایران روی کرد. در ایران یک چند سال کار کردم، یک 7 سال که تیر کردم، گفتم من میرم پدر مادر خود پیدا میکنم. از مو خاطر از ایران آمدم افغانستان، هرچی در طلوع و در شمشاد هرچی که خدا دادم پیدا نتونستم کده. آخر کرایه جور نتونستم، گفتم بیام این مزدوری خدا میکنم، کرایه جور میکنم، بخیر میرم پس ایران میرم. روزانه بیادر امروز کار نکردیم، امروز یعنی یک 20 کار کردیم، زیاد کار نکردیم. یعنی 20 روپه کار کردیم. ایرم که امیال اینمی شروع کردیم، 20 روپه کار کردیم، زیاد کارم نکردیم. دیگه لالا از این خاطر بیادر مشکل است، نمیتونم خانه رفته، خانه برام بیادر. هم کسی که فرزندی گرفته میگه که پیسه نوردی خانه نمیتونی آمده. دیگه نمیتونم، خانه مشکلم بسیار است. دیگه ما میرم میخوایم که اگر کسی کمک میکنن برای ما یک جای مرا آدرس بتنم اونجا میم شو روز ما تیر کنم، صرف به خاطر اشکم و شوم روز ما تیر شو بس این میرم من میخوایم، دیگه چیزی نمیخوایم. خود دوستان دیگه نان نوش جان کردیم، دم کل گیام راست شد. فقط تا می آزانه چی است که میگم یک گلاسه و باشه خلاص. هم یک وقت خوردی دیگه دمت راسته. اینالی جوان قسم میکنه از سرگذشت خود. یک روز موتر گفت بیا بشوی پاک صفا ششتو میده. مرا گفت بچه من دانه سرنگسر پاکو. این دانه سرنگسر که پاک دیدم تو موتوان رفت قرشی میگم استاد پیسه تو رفت از پیشم گریخ رفت. حالا خوب بازی داده خیلی. بگم برو دانه سرنگ، بده دانه سرنگ. شدی مکتب که شنم مونده، کهش دانه سرنگسر مونده. حالا که راتون صافی میکردم تو لغت برو نمیاد پیشم رفت. وقت میبینی که بعدا ناخ دستک زده رایستی موتر نیست. موتر رفت از پیشم دیگه. با صدا کدی که بیار پیش صدا کردم مارش که برو که ما پاس میم رفت رفیق کس آمد. خب داروسی چی رقم بود؟ داروسی خوب بود دیگه. در خامه توی کردیم دیگه. در خامه؟ نه در خامه توی کردیم ما. در چی؟ در خانه. خب ما گفتم خامه پیستر خامه گفتی نه. اگر پدر مادر اگر ما را میبینن از نزدیک اگر زنده هستن، اگر مردن خداوند پاک ببخشیشون. اگر نه که زنده هستن مرا میبینن، ما اینو میرم میگم که یک دفعه مرا طرف خود دعوت کنن بیان هم جایی که ما یک برنامه را ببینن، در این برنامه بیان شماره ما تماس بگیرن. بله صاحب. نامت چی است؟ عبدالمجید نام اومد. ولادت کیه؟ ولادت دیگه نمیفهم چرا خورترک بودم. امیقا میفهم که مادرم یک دفعه آمد که همشیری کلانم بود. او از ما که در کلان بود وقتی که پروازگاه تا سند 12 را نگاه میکرد. از 12 واسه که پدر مادرش نمی آمد بازی را به تعلیم روی میکرد به دیگه کشورها. دیگه یعنی همشیری 12 ساله شده بود که مادر ما آمد این کسی خود برد. ما هرچی برش گریان کردیم دیگه کردیم بیادر نتونست که ما را ببره، ما نمیتاره شما را رستفی تونه. چون از این همشیریگه که کلان است این رستفیش داد این میر برم. پشت شما باز میم. اونم شد که جنگا در گرفت و ایسو بیادر ما دیگر پیتو برک شدیم. یعنی می داستانو که خسته کردی هر کسی که هست اگر ببینه خود بشناسه که تو کی هستی، در کجا بودی، چی رقم گم شدی. همه درست نه؟ همشیری در ایران است؟ بله ایران است. با امید از این که دوستا خانواده از این رفیق ما پیدا شوه و دیگه دوستام فکر کنم آیستا دیگه باز خفتن میشه کلگی میره نماز تراویح. ما و شما از میمانخانه از تخت روان تا میشیم ببینیم که در کدام قسمت هستیم، در اروپای جنوبی هستیم یا در آسیا هستیم، در کجا هستیم، یا در سرحد تایوان هستیم، کجا هستیم خبر نداریم. دوستا ما رو تعقیب کنین. اولین بله هموطنان عزیز، امروز 4 تن از هموطنان عزیز ما را که در ساعات مختلف شهر کابل بودن صحبت‌هایش شنیدین، مشکلاتش شما دیدین. در مهمانخانه سیار ما هم مهمان افطاری ما بودن و همچنان یک پکیجی که دوستا آماده ساختن 13 قلم مواد است. تصویرهایش هم شما میبینین که از قبیل خرماست و چای است و بوره است و رب است و مکرونی است و مربا است و قیماق است و یعنی چیزهایی که برای سحری و یا به درد میخوره کلش دمی است که 13 قلم مواد است.
و هر کس کمک کرده خدا خیر نصیبش کنه و 500 افغانی هم برشان میتیم. کسایی که دور است باز میگه که در موتر پرتن و دیگه شان پیسه گاز ماز کنن که باز در خانه یا خمیر ممیر پخته میکنن یا مثلا گاز ماز مندازن امو باشه. صحیح؟ نه پدر جان 500 و یک کارتن از خودت است. اینه یا از خودت یا از خودت یا از خودت. نمیفهم که کدامش واز میشه یا نمیشه که می دوستا یک بار ببینن دلکشان جمع شود. جمع بیا کمره پیش بیا. اینه تمام یک بسته است که اینه تخمم یادم رفته بود چیز است که همیشه روغن، تخم، مکرونی، شیر، خرما، چای، بوره. دیگه ای طرف برتان بگویم ماش است، گوگرد است، اینه یک جبام تخم است، پنیرک است، پنیر است، قیماق است. اینه ای طرف است 2 دانم رو به مربای کلان است. اینه میره دیگه هر کس از خود ببره. صحیح است؟ بخیر باش. از خاطر گفتم که شما دلکتان جمع شوه، نگوین که خالی بودی. خداوند نکس که کمک کرده پدرش و مادرش اجر الهیم. بیا یک دعای دستجمی میکنیم پروردگار عالم کسایی کمک کرده خدا خیر نصیبشون هر جایی که هستن جور و سلامت سر حال باشه. بره بخیر پناهتان به خدا. سپاسگزاریم از آقای محمود عبدالباقی که از آمریکا مبلغ 38,000 افغانی را به این برنامه ارسال کرده بود که مبلغ 1,900 افغانی را در این برنامه غذا، آب و نوشیدنی برای افطار خریداری کرده. مبلغ 9,080 افغانی را 4 بسته کمکی که هر بسته شامل 13 قلم مواد غذایی رمضانی می باشد و قیمت هر بسته مبلغ 2,270 افغانی می شود و مبلغ 2,000 افغانی هم برای این نیازمندان به هر کدام مبلغ 500 افغانی نقداً پرداخت گردید و مبلغ 25,000 افغانی باقی مانده این کمک در برنامه‌های آینده به نیازمندان اهدا خواهد گردید. هموطنم برخیز و چشم باز کن، فردا نوبت توست. آره، این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است. این مشت‌های اوست که می‌کوبد از یقین دروازه‌های بسته تردید قلب.